محیدین کبیری بود. برخی همراهان پیشین آقای کبیری که ماه آینده به 60 ساله می شود اکنون آشکارا رقیب سیاسی او هستند و خواهان جایگاه او به عنوان رهبر نیروهای مخالف دولت تاجیکستان. به مانند محمد اقبال صدرالدین عضو 51 ساله حزب نهضت اسلامی که اخیراً رهبر این حزب را به چالش کشیده. علنا و رسما 7 ماه است ما طلب اصلاحات و تغییرات در صفوف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و ریاست عالی آن داریم، اما با تأسف شدید تا امروز هیچ عکس العملی جدی از طرف رئیس این حزب دیده نشد در قضیه آیین‌نامه که اون هم به آنچه که خودش میخواست دقیقاً به همون قانونی پیشوای ملت که رحمانوف در تاجیکستان درست نموده است که تنها برای پویا بودن و شخصیت خود اون که یعنی در قدرت باشد و همین شکل درست شد و این چنین تغییراتی که در مورد شامل شدن افراد جدید و ریاست این حزب هم طلب نمودیم که در این قضیه هم هیچ یعنی تاثیر نداشت، چون که نمیخواهند در ریاست عالی حزب نهضت افراد شامل شوند که اونها توانند در مقابل هر آن چیزی که رئیس میخواهد ممکن است اون برای اعضا و برای ریاست ناخوشایند باشد، ولی همه خاموش هستند. دقیقاً چنانه که رحمانوف هر کاری که میخواهد انجام دهد توسط پارلمان او را قانونی میگرداند و در یعنی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میبینید که دقیقاً با همین شکل ادامه دارد. حالا برای بررسی این موضوع شخص محیدین کبیری را در ارتباط زنده داریم. آقای کبیری مقیم آلمان است اما امروز از ژنو سوئیس با ماست. در این مناظره شراف‌الدین گدایف رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان را هم داریم که مقیم آمستردام هلند است. تا همین چندی پیش از اعضای پیمان ملی محیدین کبیری بود. هر دو خوش اومدید به این برنامه. آقایان درود بر شما. آقای کبیری، من فکر می‌کنم که شنیدن چنین سخنانی از کسی مثل محمد اقبال صدرالدین که یکی از همراهان دیرین شما بود و به نظرم شاید گوارا نباشه چندان و تعداد اینها اندک هم نیست، فقط آقای محمد اقبال نیست، دیگران هم تا حدی از شما دلخور هستند و فکر میکنن که شاید شما به نظرات اونها توجه نمی کنید، افرادی که در صفوف حزب شما هستند یا از پیمان ملی تاجیکستان. چرا اینطور شده؟ خب درود بر شما و بینندگان شما و معذرت برای اینکه هفته گذشته با مشکلات فنی دچار شدیم و ببینید من کاملا متوجه هستم و تمام اون ایرادها و انتقادهایی که به عنوانی ما یا به ریاست نهضت در مجموع وارد میشد اونا رو مطالعه میکنیم، بررسی میکنیم و حتما در سیاست‌های روزمره خود به این نوبت میگیریم. اما حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با یک تجربه بیشتر از 50 ساله تمام این روندهای انتخابات داخلی و مناسبت با چنین ایرادها را دارد و این بار اول هم نیست که نهضت همچون یک حزب بی اپوزیسیون به این مشکلات دچار میشد. من اخیراً بعضی تحقیقات‌های علمی را ما مطالعه کردیم درباره اپوزیسیون‌های کشورهای سابق شوروی که تاجیکستان هم جزء اون است و یک عمومیت‌های مشترکات بین اینها وجود دارد. شاید که اپوزیسیون تاجیک از کمتر اپوزیسیون‌های باشد که باز هم توانسته است که هم انسجام داخلی و هم در صحنه بودن خود را حفظ کند، در صورتی که حتی اپوزیسیون روسیه، قزاقستان، ازبکستان و حتی کشورهای دیگر منطقه هم نتوانستند اون انسجام داخلی را به اون شکل لازم حفظ کنند. یعنی شما این اتهام رو قبول ندارید آقای کبیری که شما در حزب خودتون و در پیمان ملی تاجیکستان استبداد رأی دارید و به حرف دیگران گوش نمیدید و تا حدی خودکامگی دارید، این رو قبول ندارید و مردم سالاری مطمئن هستید که اونجا حکم فرماست؟ ببینید من از این اتهام آگاه هستم، با کسانی که این اتهام ها رو مطرح کردن بارها صحبت کردم. شاید از نادرترین رهبران احزاب سیاسی در خارج باشم که با تک تک این افراد که این اتهام ها رو میکنن یا تلفنی یا حتی حضوری رفتم صحبت کردم. نظر ایشان در ریاست هنگام رأی‌دهی شنیده میشد و هیچ حزب دیگر مثل نهضت ما در شرایط هجرت، مقاومت و تحت این گونه فشار باز هم در هجرت 3 مرتبه انتخابات داخلی حزبی را برگزار کرد که حتی دیگر احزاب از روز اول تأسیس بعضی احزاب اپوزیسیونی تاجیک یا گروه هم از روز اول 25-30 سال تا امروز نه رهبر عوض کردن نه انتخابات برگزار کردن. حتی بعضی کشورها مثل اوکراین در حالت جنگ و فشار انتخابات های ریاست جمهوری رو برگزار نکرد، اما ما انتخابات رو برگزار کردیم و ببینید در یک رقابت در همدیگر فهمی شنیدن حرفای یکدیگر این مناسبت های داخلی
مطرح میشن قبول میشن. اما نهضت اسلامی تاجیکستان به هیچ وجه زیر فشار، زیر تهدید هیچ تصمیمی نخواهد گرفت. حتی اون برادران، دوستانی هم که ببینید اون دوستانی هم که چنین دعوا را دارن، اونا میتونن نامزدی خود را مطرح کنند، چی در ریاست عالی، چه در به حیث رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. بستگی داره به رأی اعضای حزب. منظورتون این هست؟ حالا اگه اجازه بدین آقای گدایف اینجا هستن که خوشبختانه به ایشون خودشون چون در همین 10 ماه پیش در پیمان ملی تاجیکستان بودن با جنبششون، متاسفانه تصویر شما یه ذره کدر هست ولی خوشبختانه شما رو داریم. امیدوارم که صدای شما رو به خوبی بشنویم. آقای گدایف، به چه دلیلی شما در ماه اوت سال 2024 با جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان از صفوف پیمان ملی تاجیکستان بیرون اومدید؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان، درود و سلام به شما و بینندگان شما و جناب محیدین کبیری. ببینید، من میخوام چند نکته را در این مورد قید کنم که جناب محیدین کبیری خیلی یک شخص دانشمند و دیپلمات خیلی خوب هستند. برزنگ همین یک مشکلات مدیریت دارند و میخوام چند نکته را در ضعیفی مدیریت اینا عرض بدارم، چون در دوام 20 سال رهبری اینا را اگر ما تحلیل کنیم برای در یک حزب قدرتمند تاجیکستان را، حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را که با این همه شکوه و شهامت و توانمندیش امروز آورد به ضعیفترین حزب تبدیل داد. امروز اون قدرت و توانمندی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کجا است؟ وقتی که پیمان ملی تاجیکستان را ما تأسیس داده، در اطراف پیمان ملی تاجیکستان خیلی شخصیت‌های ارزنده و روشنفکر دانشمند جمع آمده بودند. بنابر سببی که اونها اصلاحات پیشنهاد می‌کردند و تغییرات می‌خواستند و این همه اصلاحات و تغییرات هایی که اونها طلب می‌کردند، اینها را جناب محیدین کبیری شخصی می‌گیرید و با آنها تهمت ها، بهتان ها می‌زدند. کسی را امنیتی میگفتند، کسی را لاهیه حکومت میگفتند و آنها را بعضی هاش از پیمان ملی تاجیکستان بیرون کردند و بعضی هاش هم دیدند که این همه انتقادها و این اصلاحات ها را جناب کبیری شخصی قبول میکند و نسبتشان توطئه و بهتان ها از طریق نفرهای خودش ایجاد میکند. آنها خودشان آرام آرام برآمده رفتند. امروز میبینید در پیمان ملی تاجیکستان چند نفر ماند؟ 2 نفر ماندگی است. یکی علیم شیرزمانوف، دیگر تیمور برقی. دیگر همه از پیمان ملی تاجیکستان رفتند. هیچ کس در پیمان ملی تاجیکستان نیست. همه از حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. یعنی کبیری، آیا با این حرفا رو شما این اتهاماتی که الان شنیدید میخوام که پاسخشو بدید، ولی خود من میخوام سوال بکنم، بگم که بیشتر اونهایی که معترض هستن میبینم که نسبتا جوونن، نسل جوان هست. آیا فکر نمی‌کنید که شما سیاست هاتون در طول این همه حدود 20 سالی که رهبر اونجا بودید تغییری نکرده و اونطور که آقای گدایف میگن شما یک حزبی رو که بسیار قدرتمند بوده الان به سطحی رسوندید که جزء احزاب ضعیف محسوب میشه؟ تشکر. امیدوارم که وقت کافی برای ما باشد که به این همه سوالها و تهمت و بهتانها جواب داده باشیم. چون ببینید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یک زمان واقعا یک حزب قدرتمند بود، اما برابر سپاریدن سلاح در برابر حکومت و فریب خوردن از آقای رحمان این قدرت رو از دست داد و این هیچ ربطی به مدیریت من ندارد، چون این سلاح و این سازشنامه در زمان قبل از رهبری من تصمیم گرفته شده بود. حتی بعد از آن که بنده به حیث رئیس حزب انتخاب شدم، پرشکوه‌ترین و قدرتمندترین انتخابات پارلمانی را ما برگزار کردیم که با نشانداد خود ناظران بین المللی رأی اکثریت مردم را به دست آورد و همین چیز بود شاید که امام علی رحمان و حکومت را از حزب نهضت ترساند و اون طرح شکستن و از بین بردن نه تنها حزب ما بلکه تمام احزاب و حزب و حرکت‌های مخالفین، رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی را این طرح را کشید. اما ببینید من خیلی نمیخواستم که این BBC تبدیل به اون شبکه‌های اجتماعی شود که تهمت و بهتان‌ها را نسبت شخصی خوشبختانه خود شما اینجا حضور دارید و به همین دلیل هم گفتن که لطفاً پاسخش بدید. حالا ببینید کسانی که از پیمان ملی رفتن همگی 2 نفر و میگن که همه رفتن نه. آقای شراف‌الدین گدایف و دوست عزیزمان روشن تیموریان. تنها رفتن 2 نفر از یک پیمانی که عبارت از چند سازمان هست این معنی اون ندارد که همه رفتن. بعداً خود آقای شراف‌الدین گدایف هم دلیل رفتنش این بود که میخواست در یک روند غیر انتخاباتی و غیر طبیعی
مسئول یا رهبر پیمان شود، خیلی هم آشکار گفت که کدام یک کشور یا سازمان به ایشان پیشنهاد کرده است که در عوض فلان مبلغ او باید که رهبری پیمان را به دوش بگیرد و شرط اونا این است که کبیری باید رهبری پیمان نباشد. حتی من به ایشان پیشنهاد کردم که این طرح خود را اگر میخواهند واقعا رهبری پیمان باشند در شورای پیمان بگذارند، اگر رأی آوردن فبیها. ایشان حتی نخواستند که نامزدی خود را در شورای پیمان بگذارند، گفتند یک توافق مثل پوتین و مدودوف باشد، شما مرا به جای خود تعیین کنید، من وعده میدم که بعد 5 سال یا 4 سال رهبری را دوباره به شما میدم. که این واقعا برای یک حزب اپوزیسیونی که هم استقلالیتش را در برابر پول با یک کشور خارجی یا با کدام سازمان میدهد بسیار هم تحقیرآمیز بود و هم این روند دموکراتیک و انتخابی بودن رهبری پیمان یا اپوزیسیون را از بین میبرد. که آقای شراف‌الدین گدای وقتی که در شورای پیمان این طرح را مطرح کرد، اکثریت اعضای شورای پیمان آن را رد کردند و ایشان با یک تحقیر و با آنکه شما دیکتاتور هستید و جوانان را راه نمیدهید تحقیرات زیاد کرد که شورای پیمان مجبور شد که ایشان را از عضویت شورا بیرون کنه. حالا اگه اجازه آقای گدایف از شما بپرسم که من هم آگاه هستم، میدونم که شما تمایل داشتید به رهبری پیمان ملی تاجیکستان. اگر این اتفاق میافتاد و رهبر پیمان ملی تاجیکستان میشدید، چه چیزی رو تغییر میدادید که الان آقای کبیری نتونست اون کار بکنه؟ ببخشید من چند نکته رو میخوام در اینجا قید کنم، چون گپایی که جناب محیدین کبیری گفتن دروغی محض است و هیچگاه این خیلی حرفا نبود. کدام دولتی برای ما مبلغ گذاری میکنه در عوض اون رهبری را بگیریم. ما در اونجا 6 سال ما تلاش کردیم که اصلاحات ها را در پیمان ملی تاجیکستان وارد کنیم، اما به هر گونه با هر شکل اصلاحات ها را نمیداد. امروز حتی با گذشت 7 سال 6 سال پیمان ملی تاجیکستان امروز وبسایت ندارد. یعنی این نشانه از بی‌کیفیتی و ناعهده‌برای رهبری پیمان ملی تاجیکستان می‌دهد. و در ولی اگر شما می اومدید و رهبر این پیمان می شدید آقای گدایف، اگر شما رهبر این تشکل می شدید چه کار میکرد؟ چه چیزی رو تغییر میدادید؟ ببینید اولین کاری که من میکردم جوانان رو سری وظیفه‌های کلیدی می آوردم و بهترین جوانها رو به دانشگاه راهی میکردم. من از روز اول پیمان ملی تاجیکستان رو تأسیس دادیم و فکر اندیشه من این بود که جوانها رو ما باید بخوانیم، جوانها رو لیدر تیار کنیم و در مدت 6 سال امروز فردا هیچ کاری رو جناب کبیری انجام ندادن. در تمام 10 سالی که در اروپا هستند 10 جوان رو 10 کادر آماده کردگی نیستند برای خود و امروز میگن که ما کادر نداریم. و اولین کاری که من میکردم جوانها رو در قدرت و برنامه‌های بهترین رو راه اندازی میکردم که انگیزه برای پرزور کردن مبارزه پیدا میشد و انشالله که ما در مدت کوتاه برمیگشتیم. اما جناب محیدین کبیری در صحبت خصوصی، در گفتگوی خصوصی اونها گفتن که من از قدرت میروم، من از سر پیمان میروم و آمدن در مجلس، در اونجا یک مجلس تشکیل کردن و در اون مجلس گپ و سخن اونها تماما دیگر بود و در اون مجلس آمدن مسائل رو تماما به شکل دیگر تطبیق کرد. این جناب محیدین کبیری خیلی در مسئله گپ بازی خیلی خوب است. حالا آره خواهش می‌کنم که اگه صحبت می‌کنیم همش با دلیل و استدلال باشه. خواهش می‌کنم آقای کبیری، من میدونم که شما این روزها مشغول شکایت از رئیس جمهور تاجیکستان هستید و اون رو متهم کردید، یعنی حزب نهضت اسلامی متهم کرده به جنایت علیه بشریت و در دیوان کیفری بین‌المللی هم اقامه دعوا کردید. البته دیوان هنوز واکنشی نشون نداده، ولی هیچ جا هم مشخصا نگفتید که دقیقاً به چه دلیلی همچین اتهام سنگینی رو علیه رئیس جمهور تاجیکستان مطرح کردید مشخصا. بله، قبل از این موضوع بگذارم، جناب گدایف رهبر یک جنبش اپوزیسیونی هستند. تمامی برنامه خود را میتونند در جنبش خود عملی کنند و نیاز نیست که این را حتما از طریق حزب نهضت یا پیمان انجام بدهند. به ایشان برار میخوام. ببینید امامعلی رحمان را ما با جنایت‌های ضد بشریت متهم کردیم و برای این یک شکایت رسمی در حجم 250 صفحه و با پیشنهاد بیشتر از 1000 صفحه دیگر با نشان دادن بیانات و جنایت‌های حکومت امامعلی رحمان با نوار و عکس‌ها به دادگاه بین‌المللی فرستاده شد که الان بازرسای این دادگاه در حالت بررسی آن هستند و وقتی که وکیلان بین‌المللی ما که تجربه کار با دادگاه بین‌المللی را دارند این پرونده را آموختند و اون را کافی
و خیلی هم مدلل متقن برای فرستادن به دادگاه بین المللی پیدا کردند و آنها مطمئنند که این پرونده حتما در دادگاه بین المللی بررسی خواهد شد. اما چون هیچ کشور عضو این دادگاه تا به حال پشتیبانی رسمی خود را از این شکایت اعلان نکرده است، معمولا این گونه شکایت ها از طرف سازمان ها یا شخصیت ها وقتی بیشتر نیاز دارد که ما انتظار جواب دادگاه بین المللی هستیم. ولی همون زمانی که این خبر اعلام شد من دیدم که برخی از حتی نمایندگان مخالفان دولت تاجیکستان ازش استقبال نکردند که هیچ، بلکه طعنه هم زدند. آقای گدایف، شما در زمره کدوم طرف بودید؟ یعنی در واقع از این شکایت دفاع کردید، حمایت کردید یا در واقع مخالف اون بودید؟ ببینید، مدت 6 ماه اخیر است که اعضایان کلیدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استعفای جناب محیدین کبیری را طلب کردند و محیدین کبیری در مدت همین 10 سالی که در خارج بود هیچ دستاوردی ندارد. و حالا مشخصا اگه درباره همین شکایت از امان رحمان اگر در دیوان کیفری بگید، به خاطری که قناعت بکرد هم حزبان خود را، نفران را، آمد این پرونده را پیش کرد و این پرونده در حالی که از سال 2019 شروع شدگی بود و آمد این پرونده را پیش کرد و این پرونده تنها محدود می شود در اساس پرونده من و در اساس پرونده خود حزب نهضت اسلامی تاجیکستان. دیگر در اینجا پرونده های مهم و کلیدی که فرض مثال کشتاری عمومی که در بدخشان صورت گرفت و این کشتارها در این پرونده آموده شدگی نیست. ما می توانستیم این پرونده رو در یک شکلی بسیار خوب و با دست جمعی فراتر از یک حزب، فراتر از یک گروه بیشتر بریم. غیر از این در اینجا 60 پرونده چیزی که ایشان قید کردن آمدگی است، در حالی که واقعا بگیریم در داخل حزب نهضت اسلامی تاجیکستان خیلی از این 60 پرونده زیاد است، میتواند از 300 400 پرونده زیاد شود، اما در این مدت در این پرونده ها کار شدگی نیست. این تنها به خاطر یک معرکه پیش از انتخاباتی جناب محیدین کبیری بود که ما الان متاسفانه کمتر از 30 ثانیه فرصت داریم. آقای کبیری اگه میشه لطفاً بگید که کوتاه لطفاً که چشمانداز حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو چطور می‌بینید؟ همین که پرونده رحمان به دادگاه بین‌المللی رسید، هیچ اپوزیسیونی از اوچه مرکزی و حتی از سابق شوروی این کارو کرده نتوانست. خیلی افسوس می‌خورم که اون حسد و رقابت باعث می شود که این دستاوردها را نبینند انسان‌ها. اما آینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان این است که باز مبارزه را برای از قدرت دور کردن رژیم خودکامه دوام بدهد و ما آماده همه گونه همکاری با دیگر نیروها و احزاب سیاسی هستیم. خیلی خیلی ممنون. با سپاس از محیدین کبیری و شرف الدین گدایف به پایان صفحه 2 آخر هفته رسیدیم. با آرزوی پایان هفته خوش به تک تک شما میریم که هفته آینده برگردیم. تا هنگام زندگی بکام.